بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این سخنان پیامبری بزرگوار و سخنان الله را به دیگران رسانید تا از پاداش نیک محروم نشوید و دیگران بهره برند و شما هم اجر گیرید. امروز درباره کدام ذکرهایی هستند، کدام ذکرهایی که در ترازو روز قیامت خیلی سنگین و وزنینند. همون ذکرها را برای شما یا که اذکار یا که ذکرها را برای شما پیشکش میکنیم که از همون ذکرها بهره مند شوید، آنها را بگویید تا روز قیامت در ترازوی اعمالتان گذاشته شوند و روز قیامت رستگار شوید. درس امروزی درباره ذکرها، باز درس آینده درباره کدام عملها در ترازو سنگین و وزنین هستند روز قیامت. بیشک هر یک عملی نیک انسان انجام میدهد روز قیامت در ترازو خیلی سنگین و وزنین است، خیلی اجر بزرگ دارد. خیلی که الله عز و جل می فرماید ان الله لا یظلم مثقال ذره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظیما. سوره نساء 40 آیت. الله می فرماید که هر آینه الله عز و جل مثقال ذره کسی را ظلم و ستم نمی کند و اگر که یک حسنه یعنی که یک عمل شایسته کرده باشد او را دوچند می کند روز قیامت و برای او از نزد خودش خیلی پاداش بزرگی عطا می فرماید. و باز الله عز و جل می فرماید که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. و کسی که مثقال ذره عمل شایسته میکند او را روز قیامت میبیند و کسی که ذره عملی ناسزا و ناپسند انجام میدهد او را روز قیامت میبیند به چشمانش. این درباره همه عملها و اذکار است، ولی در بعضی ذکرها حدیثای معینی آمده است که آنها را برای شما ذکر میکنیم که پیامبری بزرگوار گفته است که همین ذکرها که اذکار در ترازو روز قیامت خیلی سنگین هستند. یکم این تحلیل این کلمه شهادت است، لا اله الا الله، که خیلی سنگین و وزنین است، خیلی گرانبها است روز قیامت. کسی که این را با اخلاص گفته باشد، با یقین گفته باشد، معنای اون را درک کرده باشد. خیلی که از عبدالله ابن عمرو ابن العاص فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید هر آینه الله عز و جل رها می سازد مردی را از امتم روز قیامت در بین همه مخلوقان و برای او نشر و پهن کرده می شود 99 سجل ای مثل کتاب هایی که در اون نوشته شده اند، همه گناهاش، همه کارهاش، که هر یک همون سجل مثل دیدن چشم است. چقدر مسافه را چشمش میبیند همون قدر بزرگ هستند هر یک کتابی که در او نوشته شدند گناهاش. الله او را میپرسد که آیا تو از همین چیزهایی که برای تو نوشته شده اند در همین کتاب ها تو یگان تا این را انکار میکنی؟ آیا همون فرشتگانی که اینها را نوشته اند تو را ظلم و ستم کردند؟ پس میگوید نه ای پروردگارم. پس میگوید آیا تو یگان عذر داشتی؟ بنده همیشه عذر میپرسد، آیا تو یگان عذر داشتی؟ پس میگوید که نه ای پروردگارم. پس باز میگوید بله برای تو در نزد ما یک حسنه هست. پس برای تو میگه حسنه است و امروز هیچ کس ظلم و ستم نمی بیند. پس برای او برآورده می شود یک بطاقه، مثل یک کتابی، یک ورقی که در او نوشته شده است اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله.
در یک کتاب یا بطاقه‌ای که در اون نوشته شده است کلمه شهادت، در همین جا باش و با چشم خود وزن این را بنگر. پس میگوید ای پروردگارم، آیا این یک بطاقه است، یک کتابی که در او شهادت نوشته شده است، در برابر اون 99 سجل کتابی که پر از گناه است یگان فایده ای ندارد. پس الله میگوید که تو هرگز امروز ظلم و ستم نمیبینی، پس گذاشته می شود همون کتاب های که سجل هایی که 99 هستند در یک کفی ترازو و اون بطاقه در کفی دیگرش گذاشته می شود. پس همون بطاقه که در او کلمه شهادت نوشته شده است سنگین و وزنین است روز قیامت، که اون همون کتاب هایی که 99 کتاب هستند همه آنها را در ترازو سنگینی و وزنینی میکند، بر میزند و اون بطاقه وزنینی میکند. پس با کلمه شهادت با نام الله هیچ چیز برابر شدن نمیتواند، هیچ چیز بر نمیزند، سنگین بر بالای اون نمیشود. کلمه شهادت به اخلاص گفته باشی این معنا دارد تو عمل نکنی، نه. حدیث در امام احمد است 6699 و امام ترمذی و دیگر. این یکم ذکری هست که همین را برادر و خواهر گرامی یا پدر و مادر بیشتر بگویید از روی اخلاص و یقین. دوم ذکری که هست این چی است؟ تسبیح، سبحان الله گفتن و الحمدلله گفتن و کلمه شهادت گفتن و تکبیر گفتن. از ابی هریره رضی الله عنه از پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که دو کلمه ای که خیلی سبک هستند در زبان، آسان به آسانی میگویی و خیلی سنگین و وزنین هستند روز قیامت در ترازو و خیلی محبوب و پسند هستند به الله متعال، که آنها کدام هستند؟ سبحان الله العظیم، پاک استی تو ای الله بزرگوار، پاک استی تو و سپاس ستایش تنها تو راست. سبحان الله العظیم، سبحان الله و بحمده. حدیث در بخاری است 6406 و در امام مسلم است. باز از جویریه که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم برآمد از پیش او صبح دم هنگامی که نماز صبح را گذاشت و جویریه در مسجد بود نشسته ذکر میکرد. پیامبر از پیش او گذشت و رفت. پس باز برگشت بعد آنه که آفتاب برآمده بود، بعد بامداد تا آفتاب برآمدن جویریه ذکر میکرد. آفتاب برآمد، پیامبر برگشت که اون نشسته است. پس پیامبر چی گفت؟ آیا تو در همون حال که من تو را گذاشتم در همون حال هستی که من از پیش تو گذاشتم؟ در همون حال ذکر داری؟ گفت که بله. پس پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفت هر آینه من بعد تو 4 کلمه را به زبان آوردم، ای ذکر کردم 3 بار، 4 کلمه را 3 بار ذکر کردم. اگر که ترازو این سخنان من گذاشته شود، همین کلمه 3 کلمه که 4 کلمه که من گفتم و اون ذکرهایی که تو کرده ای از بعد نماز بامداد تا حاضره، اون 4 کلمه من آنها رو در ترازو بر میزند، وزنینی و سنگینی میکند، وزنشان بالاتر است. پس پیغمبر چی گفت؟ سبحان الله و بحمده عدد خلقه رضا نفسه و رضا نفسه وزنة عرشه و مداد کلماته. سبحان الله بحمده، پاک است الله، و بحمده و حمد سپاس برای اوست، عدد خلقه عددی مخلوقانش چقدری که مخلوقات دارد، و رضاگی نفس او ای نفس الله، و سنگینی عرش او، وزنینی عرش او، و مداد کلماته، و چقدر الله کلمه دارد، سخن دارد دراز طولانی سخنای الله. نه فقط قرآن سخن الله است، نه تورات و انجیل و دیگر سخن الله بسیار است. بین 4 کلمه سبحان الله و بحمده عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه و مداد کلماته. حدیث در امام مسلم از 10726. دائمی گفتن ذکرهایی که اذکار بعد نماز فرض. از عبدالله ابن عمرو از پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که 2 صفتی هست، 2 صفت یا که 2 خصلتی هست، اگر که بنده مسلمان همین 2 صفت مواظبت کند، دائما بگوید یا که دائما عملی کند، مگر که وارد بهشت بشود. و آنها میگه آسانند، یعنی این 2 صفت که
ذکر هستند، دو نمود صفتی که کننده همین عملها یا که گوینده همین ذکرها خیلی کم است. تسبیح بگوید بعدی هر یک نماز فرض 10 بار و الحمدلله بگوید 10 بار و الله اکبر بگوید 10 بار. میگه پس این میگه چقدر میشود؟ 150 به زبان، یعنی که 150 بار تو به زبان میگوی. نماز 5 وقت است، اگر که 5 وقت 10 باری بگوی 50 میشود. تسبیح بگوی، تکبیر بگوی، حمد بگوی 150 میشود به زبان و 1500 در ترازو روز قیامت می شود. بینید که 150 اگر به زبان بگویی اینها را، در ترازو روز قیامت 1500 می شوند، دو چند می شوند. و 34 بار تکبیر بگویی هنگامی که جای خوابگاهت می روی، می خواهی خواب کنی، پیش از خواب رفتن 34 بار تکبیر الله اکبر میگویی، 33 بار الحمدلله میگویی و 33 بار دیگه تسبیح میگویی سبحان الله. این میشود 100 بار به زبان، 34 100 بار به زبان گفتن است و 1000 در ترازو میشود. الله دو چندش میکند، تا 10 کرات زیادش میکند که به زبان 100 تا میگویی، الله در ترازو 1000 تا مینویسد. همین ذکرها را اجرشان پاداش را چند میکند. تو بعد نماز اکید همه وقت نیست، بعد نماز اونی که بعد نماز همون ذکرهای هستن که میگیم بعضی وقت که انسان وقتی نیافت مثلا 10 باری هم گیج بکنه ندارد. انا 150 اگر 5 وقت نماز بگد 10 باری در ترازو 1500 میشود. حدیث در امام احمد است 6616، در ابو داوود است 5065، در ترمذی، در نسائی، در ابن ماجه و صحیح است. چهارم صبر کردن و اجری همون صبر که برای انسانی که پدری که فرزندش وفات میکند و اجری صبر کردن و اجرش منتظر شدن از الله برای از دست دادن فرزند در ترازو خیلی بزرگ است. از زید از ابی سلم از مولای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید 5 چیزی که خیلی گران و خیلی سنگین و وزنین هستند در ترازو: لا اله الا الله والله اکبر و سبحان الله والحمد لله و فرزند نکویی که وفات میکند و پدر و مادرش صبر میکنند و اجر و پاداش از الله منتظر میشوند، یعنی خشم و غضب نمیکنند، رازگی بیان میکنند. و 5 چیزی که کسی که الله و میخرد میمیرد و میخرد به الله روز قیامت یقین دارد به همین 5 چیز وارد بهش میشود: ایمان به الله و به روز قیامت و به جنت و به آتش و به رستاخیز بعد وفات کردن و حساب. به همینا انسان باید ایمان داشته باشد. حدیث در چی است؟ امام احمد است 15107 و صحیح است. 5 از همین ذکرها از ابی این چی است؟ این اخلاقی نکو داشتن. از ابی دردا که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می فرماید نیست چیزی که سنگینتر و وزنینتر باشد در ترازو از چی؟ از اخلاق نکو. یعنی که اخلاق نکو در ترازو خیلی بزرگ است، خیلی گران است و خیلی سنگین است، وزنین است، خیلی اجری بزرگ دارد کسی که اخلاق نکو دارد. حدیث در ابو داوود است 4799 و صحیح است. باز حدیث دیگر است از ام دردا و از ابی دردا می فرماید که شنیدم پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می فرماید، میگوید که نیست چیزی که گذاشته شود در ترازو که اون چیز سنگینتر و وزنینتر باشد از اخلاق نکو. میگه کسی که صاحب اخلاق نکو هست به همون اخلاق نکوش میرسد درجه کی را؟ درجه اون کسی که روزه میگیرد و نماز میخواند. یعنی اخلاق نکو خیلی سنگین است و برابری انسانی که روزه و نماز میگیرد برابری اون است. حدیث در امام ترمذی 10003. باز پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم از ابی مالک الاشعری رضی الله عنه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که پاکیزگی این نصف ایمان است. سپاسگزاری و حمدگویی این ترازو را پر میکند. سبحان الله گفتن و الحمدلله گفتن این 2 کلمه پر میکنند بین آسمان و آسمان ها و زمین. حدیث در امام مسلم است.
خلاصه این حدیث هایی بود که ما برای شما آوردیم، پیشکش کردیم. کدام ذکرها یا اذکاری که انسان آنها را میگوید و در ترازو خیلی سنگین و خیلی گران هستند و انسان اجر بزرگی به دست می آورد. از دعای نیکی خود ما را فراموش نکنید. و السلام